به نام خدا. سلام، احسان رفیع‌زاده هستم. اینجا آموزشگاه آریان پرتو. توی این ویدیو میخوام در مورد کارگردانی و یک سری اصول ابتدایی کارگردانی براتون بگم. با ما همراه باشید. کارگردانی از 3 پارت جدا تشکیل میشه. اول پیش تولیده یا پری پروداکشن، تولید یا پروداکشن و پس تولید یا پست پروداکشن هستش. توی پیش تولید مهمترین اصل و در واقع یه جورا میشه گفت کلا توی کارگردانی مهمترین چیزی که ما باهاش در واقع مواجه هستیم فیلمنامه هستش. فیلمنامه نقشه راه شما تا پایان پروژه است، حتی پس از تولید. اینکه فیلمنامه رو خودتون نوشته باشید یا فیلمنامه کس دیگری باشه مهم نیست. مهم اینه که شما چقدر میتونید با اون فیلمنامه در واقع رابطه برقرار کنید. رابطه کارگردان با متن مهمترین اصل کارگردانی هستش. منظورم از رابطه چیه؟ چطوری میتونیم با فیلمنامه به عنوان یک کارگردان رابطه برقرار کنیم؟ موقعی که شما یک صفحه از فیلمنامه رو میخونید باید کاملا بدون هیچ تعصبی صرفاً اون رو متوجه بشید، موقعیت رو درک بکنید. مرحله بعدی برداشت خودتون از اون موقعیت رو توی یک در واقع دفترچه یادداشت برای خودتون بنویسید، نه اینکه قاب بندی بکنید. الان برای قاب بندی کردن خیلی زوده. میاد مینویسید که برداشت من از این صفحه چیه، چه لحظه دراماتیکی توی این صفحه دیدم، چه موردی داشت، یا من از چه دیدی به این در واقع لحظات نگاه کردم. اینها میتونه خیلی بهتون کمک بکنه بعداً توی دکوپاژ کردن. حالا ممکنه بپرسید که دکوپاژ چیه؟ ببینید، دکوپاژ در واقع یک کلمه فرانسوی هستش به معنای تقطیع کردن، خب که انگلیسیش هم میشه پلان آپ. تقطیع کردن یعنی در واقع یک متنی دارید و میخواین این قابا رو براش تعریف بکنید. اینکه من از چه دیدگاهی دارم در واقع این تصاویر رو میبینم و بیننده باید چه چیزی رو ببینه، این کاملا تحت کنترل کارگردان هستش. مرحله بعد از فیلمنامه در واقع انتخاب لوکیشن هستش. شما فیلمنامه رو خوندید، دیدگاهتون رو متوجه شدید، حالا میرین لوکیشن های مختلف رو خودتون شخصا میبینید و تشخیص میدید که چه لوکیشنی میتونه برای این قسمت از متنی که نویسنده فیلمنامه نویس نوشته مناسبه. توی مرحله بعد نمیخوام حالا زیاد در مورد جزئیاتش توضیح بدم، تا همینجا کافیه. مرحله بعد از انتخاب لوکیشن در واقع انتخاب عوامل و بازیگران هستش. انتخاب عوامل و بازیگران یکی از مهمترین قسمت‌های کارگردانی هست، چرا که شما قراره توی این دوره چه پیش تولید چه تولید و بعضاً پس تولید با این تیم همراه باشید. به اصطلاح مهمترین، نمیشه گفت مهمترین چون همه عوامل اهمیت دارن، ولی یکی از مهمترین انتخاب بازیگره، چون چیزی که بیننده میبینه در واقع بازیگر هستش. مرحله بعد گفتیم در واقع دکوپاژ هست. دکوپاژ چجوری اتفاق میفته؟ شما ابتدا باید بدونید که اندازه قاب ها در واقع به چه صورت هست. چه به عنوان کارگردان باشید، چه تصویربردار باشید، چه صدا بردار، چه هر در واقع عضوی از فیلم برداری باشید، باید بدونید که اندازه قاب ها چطور تعریف میشه. اولین قابی که در واقع میتونم براتون بگم بزرگترین قاب ما هست که بهش میگن
اکستریم لانگ شات. اکستریم لانگ شات در واقع یعنی نمای بسیار بسیار باز که شما همونطور که توی تصویر میبینید در واقع یک نمای بسیار بزرگ از افراد یا حالا محلی که در واقع داره فیلم برداری میشه میبینید. معمولا از این قاب برای بیان کلی محیط استفاده میشه. اگر بیام یکم نزدیکتر بشیم اسم نمامون میشه لانگ شات، دیگه اکستریم نداره، میشه لانگ شات که میتونید مشاهده بکنید. نمای لانگ شات یکم میاد جلوتر، یعنی فاصلتون به محیط نزدیکتر میشه. وقتی میام یکم جلوتر نمامون میشه نمای مدیوم شات. مدیوم شات ها هم در واقع کاراکتر رو میتونید به خوبی ببینید و هم میتونید در واقع قسمتی از فضا رو در واقع داشته باشید. قاب بعدی در واقع کلوز آپ هستش. کلوز آپ یا کلوز شات یک تصویر بسته هست. کلوز به معنای بسته، یک نمای بسته هستش که در واقع شما دارید فوکوس میکنید روی کاراکترتون. کلوز آپ شما ارتباط خیلی نزدیکتری با کاراکترتون خواهید گرفت. و یک سری نماهای دیگه هم هست، به عنوان مثال نماهای OS یا over shoulder، یعنی پشت شونه. شولدر میشه شونه و over پشت شونه. over shoulder یا OS در واقع میتونه توی اندازه نماهای مختلف در واقع باشه. یعنی چی؟ یعنی ما میتونیم لانگ شات OS بگیریم. کی از این در واقع استفاده میکنیم؟ زمانی که محیط برای ما مهمه. یا مدیوم OS داشته باشیم یا کلوز OS که هر چقدر زاویه دید کاراکتر با دوربین به هم نزدیکتر باشه، ارتباط در واقع بیننده با اون کاراکتر بیشتر خواهد شد. این زاویه نگاه بسیار توی انتخاب در واقع نماتون اهمیت داره. اینکه چه نماهای دیگه‌ای داریم و چه حرکاتی میتونیم داشته باشیم، چون حرکت دوربین و حرکت بازیگر میتونه معناهای خاصی رو به فیلم شما بده. فرصت نمیشه همش توی این ویدیو بگم، یا خلاصه‌ای هم براتون بگم توی زمان تولید و پس تولید. در زمان تولید ممکنه از دکوپاژ هایی که قبلا چیدید نتونید استفاده بکنید به خاطر شرایط، تایم یا هر چیز دیگه. کارگردان باید اونقدر خلاق باشه و اونقدر در واقع تمرین کرده باشه به صورت تجربی که بتونه در لحظه انتخاب‌های جدید و درستی داشته باشه. و این در واقع چالش اصلی یک کارگردان هست. و مرحله پس تولید که باید کارگردان حضور داشته باشه و با تدوینگر در واقع یک همکاری مؤثر رو داشته باشه. سعی می‌کنم توی ویدیوهای دیگه با جزئیات بیشتر در مورد این 3 مرحله براتون توضیح بدم و اگر هم سوالی مطلبی چیزی بود در خدمتتون هستم. ممنونم که تا اینجای کار با ما همراه بودید. امیدوارم که بتونم توی ویدیوهای بعد در واقع کامل تمام جزئیاتی که بلدم و در اختیارتون قرار بدم تا بتونید که انشاءالله فیلم خوبی رو بسازید و شما رو توی جشنواره‌های خیلی بزرگ ببینم. لایک و کامنت و سابسکرایب هم فراموش نشه. ممنونم. خدا نگهدار.